ادامه میدیم به حل کردن مسئله های المپیاد نوحه سینا و رسیدیم به مسئله ششمی کارهای خطی صنفهای نو. مسئله ششم قدم 1 2 3 و 4 قدم دارد. بله، شرط مسئله میگوید که به جسم در یک حالت سه قوه به سمت‌های گوناگون و قیمت‌های گوناگون تاثیر میکند. قوه یکم 4، قوه دوم 8، قوه سوم 10 نیوتن میباشند. یکم شرط سوال اول میگوید که قوه نتیجوی را هنگامی در یک تیر و به یک سمت تاثیر نمودن قوه ها معین کنید. قوه نتیجوی را هنگامی در یک تیر و به یک سمت، یعنی که در این حالت قوه ها به یک سمت روانه هستند، به سمت یک تیر همه آنها هم سمت هستند. قوه نتیجوی برابر می شود با اگر در حالت عمومی نویسیم، در حالت عمومی در اینجا در حالت عمومی نویسیم قوه نتیجوی برابر می شود با F1 جمع F2 در شکل وکتوری جمع F3. این در همه حالت ها کار میکند، اما ما برای حالت یکم این را تطبیق میکنیم که ما مدل آن را مینویسیم. این برابر است با F1 جمع F2 جمع F3 و از اینجا قیمت های عددی را میگذاریم. قوه نتیجوی در حالت یکم برابر میشود با 4 جمع 8 12 جمع 10 22 نیوتن. بله، 4 جمع 8 12 جمع 10 22 نیوتن. دوم شرطش میگوید که هنگامی در تیر و به سمت‌های گوناگون روانه بودن قوه ها معین کنید. در حالت قوه 1 و 2 با همدیگر هم سمت بودن، یعنی که قوه 1 و 2 اگر در اینجا ما تصویر سازیم، قوه های 1 و 2 با همدیگر هم سمت، قوه 3 باشد مقابل سمت، قوه 3 10 است. فرض کردیم که رنگ کبود F3 مقابل سمت. قوه نتیجه را ما باید جابیم. در اینجا برای مدل قوه نتیجه ما نوشته میتوانیم که مدل آن این برابر میشد و مدل چطور که میبینیم F1 و F2 هم سمت هستند، پس آنها جمع F1 جمع F2 طرحی F3 مقابل سمت هست F3 مدل. این برابر میشد با 4 جمع 8 12 12 طرحی 10 2 نیوتن. انا شرط سیوم قدم سوم میگوید که اگر به جسم قوه F1 به سمت تیر OX و قوه F2 مقابل OX تاثیر رساند، در این حالت قوه نتیجه را معین کنید. سوم شرطش خیلی آسان است، یعنی شرط سوم میگوید که F1 به سمت OX، اینجا تیر OX رو سمت میدهیم OX، F1 به سمت آن فرض کردیم در اینجا به سمت OX، F2 باشد مقابل آن، F2 مقابل آن F2. اکنون قوه نتیجه معلوم است که از بس که F2 از F1 کلان است، ما هم برای مدلش می نویسیم میشود F2 طرح F1 چون که مقابل سمت هستند، برای همون طرح میشوند که میشود قوه ها چند بودن 4 8. از 8 4 رو طرح میکنیم، یعنی 8 طرح 4 برابر 4 نیوتن. چهارم شرط میگوید که قوه نتیجوی رو معین کنید هنگامی به جسم تاثیری زیرین داشتن قوه ها. قوه F1 به سمت شمال، بیاید اول ما سمت های شمال جنوب شرق یعنی سمت ها رو عموما تصویر میسازیم. بیاید اینجا این سمت شمال هست، شمال، این جنوب، اینجا طرف راست شرق، طرف غرب طرف چپ غرب. و بیاید اکنون میبینیم که شرط مسئله چی میگوید؟ میگوید که به سمت شمال F1 F2 جنوب F3 شرق. F1 شمال F1 شمال F1 شمال F2 جنوب F3 شرق F3. یک بار دیگر میبینیم که شرط مسئله چونی است یا نیست. جنوب F3 به سمت شرق. بله، اکنون قوه نتیجه رو میابیم.
چطوری که ما الان گفتیم همون فرمولا که در بالا در شکل وکتوری نوشتیم در همه این حالت ها کار میکند. اما در اینجا ما بیاید با واسطه پرویکسیا ها کار میکنیم. ما میگوییم که اگر ما تیر ایگریک رو به سمت شمال روانه سازیم، تیر ایگریک به سمت شمال، تیر ایکس به سمت شرق، تیر ایکس به سمت شرق روانه سازیم، پس ما برای یافتن مدل قوه نتیجوی ما از این فرمول استفاده میبریم. قوه موافق تئورم پیتاگور، قوه در تیر ایکس تاثیر کننده در کوادرات جمع قوه در تیر ایگریک تاثیر کننده در کوادرات. این اف ایکس و اف ایگریک قوه نتیجوی در سمت های ایکس و ایگریک میباشند. در سمت تیر ایکس ما داریم، در سمت تیر ایگریک ما داریم که F1 طرح F2 چون که F1 به سمت تیر ایگریک هست بینید و F2 باشد مقابل آن. پس F1 طرح F2 داریم که اگر آنها رو طرح کنیم مینوس 4 می شود. اما مینوسش اونقدر مهم نیست چون که در آنجا با کوادرات برداشتیم آن پلوس می شود. مینوس 4 نیوتن، 4 طرح 8 برابر مینوس 4 نیوتن. قوه های در تیر ایکس چند ها یک قوه داریم، قوه F3 است. پس خودش رو می نویسیم Fx برابر F3 برابر 10 نیوتن. اکنون از آن فرمول استفاده میبریم، هر دو اینها رو در اینجا میگذاریم و حاصل میکنیم F نتیجوی برابر است با رنگ سیاه رو میگیرم Fx ما 10 نیوتن در کوادرات جمع F ما مینوس 4 در کوادرات. اینجا حاصل میکنیم که 100 جمع 4 × 4 16 ریشه 116. این رو من در کالکولاتور نمیزنم، تقریبا و 10 از 10 خیلی بیاید. من به هر حال در کالکولاتور میسنجم. ریشه 116 10 از 177 10 از 177 تقریبا نیوتن. این قوه نتیجوی در حالت چهارم میباشد، در قدم چهارمی مسئله 6 و این بود مسئله ششم، یعنی مسئله آخرین کار خطی کنندگان صنف 9 ناحیه سینا.